یک مرتبه خدای عالم نظر مرحمتش تعلق گرفت، یک موسی قوی پیغمبر عجیب براشان فرستاد و خلاصه بعد از اون کشمکش ها و کش قوس ها دشمن سرسخت را که فرعونیان باشد همه را از بین برد. 600,000 جمعیت غرق شدند و شهر شیشتاین به دست این بنی اسرائیل افتاد. تمام کاخ نیاوران هاشان به دست اینها افتاد، زنهاشان هم حتی به دست اینها افتاد. پارسال بود یادم هست گفتم که حتی 10 تا زنهاشان گرفتند. باز دیدن زمین میماند، گفتن حالا یه نوبتم دوباره بیایید. بود دوباره 5 تا شد 15 تا. باز دیدن زنها ماندن، دوباره باز گفتن 5 تا تقسیم کنید. دوباره باز تقسیم کردن، دیدن باز نفری 5 تا میرسد. هر مردی 20 تا زن گرفت. زن سپهبد، زن افسر، زن سرگرد، زن نمیدانم بله ریگان، زن نمیدانم بله واشنگتنی، زن نمیدانم مسکویی، همه را گرفتن. حالا من یه وقتی در منبر گفتم ما الحمدلله پیروز شدیم، به زنهای اینها هیچ طمع نکردیم. گفتیم بابا خیرت الله خیر، زنها دارن مال خودتا و الا حقش این بود ما همشان را بگیریم. حقش اینه، بسیجی باید همشان را بگیرد، پاسدار زنها اینا را بگیرد، آخوند که هیچی، از اول همشان را بگیرد. حقش این است، حق ما بود است. ما نگرفتیم. خدا میداند ما نگرفتیم، خودتان میدانید ما نگرفتیم. خود چرا کاخ نیاورانش را صاحب شدیم، اما دیگه اینطور نیست که زنهاشان را بگیریم. اما میبینیم که حضرت موسی وقتی که برگشت به مصر تمام هسته نیسته فرعونیان را صاحب شدن، از طلا گرفته، زن گرفته، ساختمان گرفته، مجلل، زمین، زمان، باغ، بستان، همه.